فکر کن من اومدم مثلا بهت دارم میگم که همسرم منو ول کرده رفته. من حالم خیلی بده، حالم اصلا خوب نیست. تو در جواب من چی میگی؟ یه دقیقه فکر کن. احتمالا میگی که خب ول کرده رفته که رفته، مهم نیستش، مهم خودتی. یا مثلا برمیگردی میگی که خب یکی بهترشو پیدا میکنی، اون لیاقتتو نداشته. یا شاید برگردی بگی پاشو برو دنبالش، نذار بره. ولی میدونی من چی انتظار دارم ازت بشنوم؟ انتظار دارم بشنوم که تو فهمیدی درد من برات مهمه. من دنبال نصیحت تو نیستم، دنبال این نیستم که بهم بگی چی کار کنم یا نکنم، و خیلی وقتا خودم میدونم باید چی کار کنم. اما هدفم از اومدن و گفتن این موضوع به تو اینه که ازت یه همدلی دریافت کنم. بهم بگی من میفهمم که چقدر درد داری، میدونم چقدر این موضوع برات دردناکه، کاری از دست من برمیاد واسه انجام بدم. این بزرگترین لطف تو میتونه به من باشه. به ما شاید اینو یاد ندادن که وقتی یک نفر میاد میگه من یک دردی دارم، سریع سراغ نصیحت و توصیه نریم، اول دردشو